با عرض سلام و خسته نباشید. این ویدیویی که میبینید یهو دیدم یخچال فریزر سامسونگ سرما نداره و در حال آب شدن تمام وسایلاست. مجبور شدم وسایلاشو خالی کنم و باز کنم ببینم داستان چیه. این پشت یه قاب داره که پشت قاب اون اپاراتور خنک کننده فریزره. یه فن داره که سرمای اونجا رو میده به داخل فریزر. احتمالاً معمولاً این فن رو باید اول چک کرد که من نه یخچال سازم نه چیزی، ولی توی یوتیوب دیدم این برنامه رو و اجرا کردم و تونستم یخچال خودم درست کنم و از یه هزینه زیاد اقتصادی که میتونه ضربه بزنه به من جلوگیری کردم. خب میریم برای باز کردن این فن که ببینیم سوخته که 100% هم سوخته.